سلام، به این قسمت از آموزش‌های گام به گام نرم افزار ماتریکس خوش اومدین. تو این قسمت می‌خوایم با استفاده از دستورهایی که توی قسمت قبل یاد گرفتیم یک آویز طراحی کنیم. پس پیشنهاد می‌کنم که اول قسمت قبلی رو ببینید و بعد این قسمت رو، یا در زمان تماشای این قسمت اگر که با مشکلی مواجه شدید و جایی رو متوجه نشدید به ویدیوی قسمت قبلی مراجعه کنید. پیشاپیش ممنونم از اینکه ویدیوها رو به صورت مستقیم از داخل کانال یوتیوب تماشا میکنید و با لایک ها و کامنت هاتون من رو در این مسیر همراهی میکنید. خب بریم سراغ طراحی آویزمون. برای مثال من میخوام یک آویز برگ فرمدار طراحی کنم. پس اول میام طرح کلی برگم رو با استفاده از خطوط و منحنی ها روی سطح سی پلینم طراحی میکنم. به این شکل اول طرح برگم رو به صورت کلی روی سطح سی پلین کشیدم. حالا باید بیام بهش فرم بدم و از سطح سی پلین جداش بکنم. برای این کار میتونم از کنترل پوینت ها استفاده کنم و یا میتونم از دستور سافت ادیت کرو استفاده بکنم که توضیح هر دوی این دستورها رو توی قسمت‌های قبل گفتیم. من برای فرم دادن به برگم از دستور سافت ادیت کرو استفاده میکنم. خب به این شکل من الان با استفاده از دستور سافت ادیت کرو یک فرمی رو برای برگم طراحی کردم و حالا میخوام با استفاده از دستور پچ روی این منحنی سطح سازی بکنم. دستور پچ رو اجرا میکنم، منحنیم رو انتخاب میکنم، کلیک راست میکنم. توی این پنجره‌ای که باز میشه تنظیمات مد نظرم رو برای ساختن سطح هم اعمال میکنم. سطحی که برام ساخته رو چک میکنم و اگر سطح به نظرم درست باشه اوکی رو میزنم. حالا با استفاده از دستور آفست سرفیس سطحم رو به حجم تبدیل میکنم. دستور آفست سرفیس رو میزنم، سطحم رو انتخاب میکنم، کلیک راست میکنم. چون میخوام طرحهایی که داخل برگم در میارم به صورت کاملا تو خالی باشه نیاز نیست که سطحم رو خیلی ضخیم بگیرم. پس توی قسمت دیستنس ضخامت برگم رو 8 دهم انتخاب میکنم. گزینه بعدی کورنرش راند باشه، سالیدش یس باشه، بوت سایدش نو باشه، دیلیت اینپوتش یس باشه و این فلش های سفید رنگ رو با استفاده از فیلیپ آل به سمت پایین میدم. به این شکل توضیح این فلش های سفید رنگ رو و کاراییشون رو توی قسمت قبلی گفتم. پس اگر دلیل جابجا کردن این فلش ها رو نمیدونید باید به قسمت قبل مراجعه کنید. کلیک راست میکنم. خب الان حجم مد نظرم برای طرحم رو ساختم. حالا باید یووی بگیرم و طرح مد نظرم رو روش بندازم. از سطح رویی یه اکسترکت کپی میگیرم، کپیش یس باشه، کلیک راست میکنم. سطحی که اکسترکت کردم رو توی یک لایه رنگی جداگونه میندازم. حالا لایه حجم اصلیم رو خاموش میکنم، لایه منحنی طرحم رو هم خاموش میکنم و تو این مرحله باید از این صفحه‌ای که ساختم یووی بگیرم تا طرحم رو روش بندازم. همونطور که توی قسمت قبل گفتم اول دایرکشنش رو چک و تنظیم میکنم. بعد از تنظیم دایرکشنم نوبت یووی گرفتن از این سطحمه. دستور Create UV Curves رو میزنم، سطحم رو انتخاب میکنم، یووی میگیرم. به این شکل این کادر رو به من میده و من میتونم طرحم رو داخل این کادر جاسازی کنم. کادرم رو جابجا میکنم و طرح مد نظرم رو داخل برگم میکشم. رنگ لایم رو عوض میکنم تا تسلط بیشتری روش داشته باشم. به این شکل پترن یا طرحی که میخوام رو داخل کادر یوویم طراحی کردم. حالا باید با استفاده از دستور Apply UV Curves طرحم رو روی سطحی که ساختم بندازم. وارد صفحه چهارنمام میشم، دستور Apply UV Curves رو انتخاب میکنم، کل کادرم رو انتخاب میکنم، کلیک راست میکنم، سطحم رو انتخاب میکنم. به این شکل طرح رو روی سطح من جاگذاری میکنه. وارد نمای پرسپکتیو میشم، کادر بیرونی رو دیلیت میکنم، طرحم رو توی یک لایه رنگی دیگه میندازم که بهتر ببینمش. حالا میام صفحه‌ای که دارم رو اسپلیت میکنم با استفاده از منحنی های طرحم. دستور اسپلیت رو میزنم، سطحم رو انتخاب میکنم، منحنی های طرحم رو انتخاب میکنم و اسپلیت میکنم. قسمت بیرونی برگم رو کلاً دیلیت میکنم. به این شکل
الان طرح برگی که مد نظرم بود به صورت صفحه فرمدار دارم. لایه حجم اصلیم رو روشن میکنم. منحنی های طرحم رو دیلیت میکنم. کاری که میخوام انجام بدم اینه که این قسمت های توسی رنگ به صورت کاملا تو خالی روی حجم اصلیم در بیاد. پس دستور آفست سرفیس رو میزنم. قسمت های توسی رنگم رو انتخاب میکنم. کلیک راست میکنم. ضخامت برگ من 8/10. برای اینکه به صورت کاملا تو خالی طرح برام در بیاد باید آفست سرفیسی که از قسمت های توسی رنگم میگیرم ضخامتش بیشتر از 8/10 باشه. پس میام توی دیستنس عدد وارد میکنم، مثلا 1/2. کورنرش راند باشه، سالید باشه. حالا گزینه بوت ساید رو روی یس میذارم. دیلیت اینپوتش هم روی یس، کلیک راست میکنم. به این شکل الان قسمت های توسی رنگ من از هر دو طرف طرح هم زده بیرون. برای اینکه به صورت کاملا تو خالی در بیاد باید این قسمت های توسی رنگ رو دیفرنس بکنم. دستور دیفرنس رو اجرا میکنم و این طرحهای توسی رنگم رو از حجم اصلیم کم میکنم. در نهایت نتیجه‌ای که به من میده یک برگ به شکل فرمدار با طرحی که روش انداختم. حالا میام تو نمای لوکینگ دان، کادرم رو پاک میکنم و برای آویزم حلقچه میذارم. به این شکل. البته که با این دستورها و این روش شما میتونید انواع گل‌های فرمدار، برگ‌های متفاوت و حتی گل‌هایی رو با استفاده از کشیدن تک برگ‌هاشون و گذاشتنشون کنار هم دیگه هم طراحی کنید و این دیگه بستگی داره به زمانی که برای این کار میذارید، مقدار تمرینتون و فکر و خلاقیتی که پشت طرحتون دارید. الان وارد نمای پرسپکتیو میشم. نحوه نمایش طرحم رو عوض میکنم تا طرح رو بهتر با هم ببینیم. و در نهایت نتیجه طراحیمون به این شکل خواهد بود. خب امیدوارم که این قسمت هم مثل قسمت‌های قبلی براتون مفید بوده باشه و اگر سوال، نظر و پیشنهادی دارید ممنون میشم که از طریق کامنت ها یا از طریق دایرکت اینستاگرام با من در میون بذارید. حتما میخونم و جواب میدم. ممنونم از اینکه تا انتهای این قسمت همراه من بودید و توی ویدیو بعدی میبینمتون. پس تا بعد.